با سلام به همه دوستان عزیزم. نوشته بسیار زیبایی است از بانوی سخن ایران خانم سیمین بهبهانی، تقدیم به همه شما یاران. وصیت کرده ام بعد از مرگم همراه من 2 فنجان چای هم دفن کنم. شاید صحبت‌های من با خدا به درازا کشید. به هر حال دلخوری ها کم نیست از بندگانش، همان هایی که بی اجازه وارد شدند، خودخواهانه قضاوت کردند، بی مقدمه شکستند و بی خداحافظی رفتند. بهشت جای دیگری نیست. بهشت اول آغوش مادری است که با تمام وجود بغلت کرد و شیرت داد. بهشت دوم دستان پدری است که برای راه رفتنت با تو کودکی کرد. بهشت سوم خواهر یا برادری است که برای ندیدن اشک‌هایت تمام اسباب بازی‌هایش را به تو داد. بهشت چهارم معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیش همسنت شد تا یاد بگیری. بهشت پنجم آغوشی بود که هرگز در آغوشش نگرفتی. بهشت ششم دوستی است که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه می کند. آری، بهشت همین حوالی است. مادرت را بنگر، پدرت را ببین، خواهر یا برادرت را حس کن، دوستت را به یاد بیاور، عشقت را از خاطرت بگذران. نگرانم برایت، یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت. بهشت را با همه قلبت حس کن، همین نزدیکی است. شاید همین الان از کنارت گذشت. شاد باشید.